بعد از ظهر سه‌شنبه بولوار مرزداران و مسجدی که میزبان اندوه بسیاری از دوستداران مرتضی پاشایی است. مراسم ختم هنرمند جوان موسیقی کشور. داری دور میشی از دستا، داری میری از این خونه، یه کاری با دلم کردی که از بغض دلم خونه. داری چشماتو میبندی، میگیره نبض احساسم، به جز تو هیچ کس رو دیگه نمیبینم نمیشناسم. به خواب آروم گل بیتای بیتا، بگو جز تو قلبم جای کی هست. دارم میسوزم از داغ نبودت، بیا بازم بخون واسم. یکی هست، یکی هست تو قلبم که هر شب واسه اون مینویسم و اون خوابه. نمیخوام بدونه واسه اونه که قلب من این همه بیتابه. من تشکر میکنم از همه ملت ایران با این اظهار لطف و همدردیشون به ما. من واقعا زبانم قاصره از این همه عشق و ارادت مردم به مرتضی پاشایی. من تصور میکنم این مردم در واقع دارن پاسخ عشق و ارادت مرتضی رو به خودشون میدن. همون جوری که مرتضی تمام توجهش، تمام عشق و علاقش این مردم بود، مردم هم دارن پاسخش رو میدن. واقعا ما ممنونیم. امیدواریم که خداوند انشالله به همه مردم ایران توفیق بده. لالایی کن گل پونه، بهشتت خواب و رویا نیست. مسافر بودی از اول، زمین که جای خوبا نیست. مبارک باشه پروازت تو آغوش خدا جاته، تو هر جایی بری بازم دل بیتابم امراته. به خواب آروم گل بیتای بیتا، بگو جز تو قلبم جای کی هست. دارم میسوزم از داغ نبودت، بیا بازم بخون واسم. یکی هست. گستردگی حضور مردم و پوشش وسیع رسانه‌ای در باب واقعی درگذشت این خواننده جوان حس حمایت و قدرشناسی جامعه ای را نشان می‌دهد که برای هنر و فرهنگ جایگاه ممتازی قائل است. آینه اشک‌ها و لبخندها و انعکاس حس جاری در پایتخت. با ما در شهر بمانید.